کوروش صحبتاشو میشنوه و میگه که من تو رو میبخشم به خاطر اینکه میدونم وزیر دانا عاقلی هستی و میدونم که قراره که در آینده هم وزیر من بشی. سلام به بچهای پادکست هزار دستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. به سومین قسمت از داستان جذاب پدر ایران که زندگی نامه کوروش بزرگه خیلی خوش اومدین. همونطور که همیشه میگم اینجا قراره که ما کلی داستانهای تاریخی قشنگ بشنویم و بفهمیم که گذشتگان ما برای ایران زمین چه کارهای بزرگی انجام دادن و چقدر خدمت کردن. پس با من همراه باشین تا ادامه داستان رو براتون تعریف کنم. همونطور که گفتم امروز سومین قسمت از زندگی نامه کوروش بزرگه و باز هم تکرار میکنم اگر قسمت اول و دوم رو ندیدین اول به اونها رو نگاه بکنید و بعد بیاین قسمت سوم رو ببینید. انتهای قسمت دوم چه اتفاقی افتاد؟ آژیدهاک و هارپاک به یک پسری که در روستا زندگی میکرد شک کردن، چون در نقش پادشاه کاملا رفتارش مثل رفتار شاهان بوده و برای اونها عجیب بوده که چه پسر روستازاده‌ایه که به خودش اجازه داده همچین رفتاری رو بکنه و آژیدهاک به هارپاک میگه که برو و ببین که اصل ماجرا چیه. هارپاک هم عصبانی و با نگرانی میره سمت خونه میترادات تا اصل ماجرا رو متوجه بشه و در این حال درونش هم پر از ترس و شکه، چون فقط خودش میدونه که اون نوزاد رو اون نکشته و داده به اون چوپان که نوزاد رو بکشن. هارپاک به خونه میترادات که میرسه و میترادات وقتی چهره اون رو میبینه متوجه ماجرا میشه و خیلی میترسه و شروع به لرزیدن میکنه و هارپاک با عصبانیت ازش میپرسه که این پسر چه کسیه و چه نسبتی با تو داره و چرا رفتارش به این شکله. و هر چقدر که هارپاک بیشتر سوال میکنه و عصبانیتش بیشتر میشه ترس میترادات هم بیشتر میشه و در نهایت به گریه میفته و شروع میکنه تعریف کردن داستان که کوروش رو نکشته و چی شد که اون رو نکشته و تو این 10 سال چه اتفاقاتی براش رخ داده و برای هارپاک تعریف میکنه که واقعا بزرگ کردن کوروش براش خیلی سخت بوده، چون اون خیلی باهوش بوده و کاملا متفاوت از بچه‌های دیگه بوده و بارها و بارها کسانی که تو روستا بودن از من سوال کردن که این چطور پسر توه در حالی که نه چهره شبیه توه نه رفتارش، و این موضوع خیلی اون رو اذیت کرده و بعد که به اینجای داستان میرسه زانو میزنه و از هارپاک خواهش میکنه که اون رو ببخشه و میگه که میدونم که گناه بزرگی کردم و به حرف تو گوش ندادم، اما خواهش میکنم که به من سپاکو و کوروش آسیبی نرسون و اگر بخوای کوروش رو میرم پیدا میکنم و برات میارم، اما خواهش میکنم که اون رو نکش و آسیبی بهش نرسون، چون ما واقعا دلبسته و وابسته کوروش هستیم. هارپاک با شنیدن این ماجرا کم کم آتیش خشمش فروکش میکنه و به میترادات میگه که باشه اگر که میخوای من آسیبی به تو نزنم و جونت رو نگیرم تو باید بری کوروش رو پیدا کنی و کل داستان و ماجرا رو براش تعریف بکنی جوری که اون آسیب روحی نبینه و بتونه این داستان رو بپذیره و بعد پیش من بیاری. میترادات هم قبول میکنه و سمت کوه میره، جایی که همیشه کوروش اونجا بوده تا اون رو پیدا کنه و برای هارپاک بیاره. کمی که میگذره بعد از کمی جستجو کردن کوروش رو پیدا میکنه، میبینه که در حال تیراندازی کردن. کوروش به محض اینکه میترادات رو میبینه اولش تصور میکنه که حتما دوباره یه کار اشتباهی انجام داده و میترادات اومده که اون رو نصیحت کنه، اما وقتی چهره میترادات رو میبینه متوجه میشه که با همیشه متفاوته و انگار که میخواد یک اتفاقی، یک ماجرایی و یک داستانی رو براش تعریف بکنه. میترادات به کوروش که میرسه بهش میگه که بیا کنار من بشین و میخوام داستان یک راز 10 ساله رو برات تعریف بکنم و از اول ماجرا مو به مو هر اتفاقی که افتاده رو برای کوروش میگه و میگه که چی بوده و چه ماجرایی پشت کودکی کوروش وجود داره.
کوروش بعد از شنیدن این ماجراها لبخندی به لبش میاد و میگه که من خیلی وقته که متوجه شدم بچه شما نیستم و مدت هاست که منتظرم تو بیای و اصل داستان رو و حقیقت رو برای من تعریف بکنی. ممنون که این رو به من گفتی و اینکه نگران هیچ چیزی نباش، تو و سپاهکو برای من پدر و مادری کردین و همیشه مراقب من بودین. از این به بعد من مراقب شما هستم و هیچ کس و هیچ چیز نمیتونه به شما آسیب برسونه. و بعد هر دو راهی خونه میشن تا با هارپاک صحبت بکنن. وقتی که کوروش به خونه میرسه و هارپاک رو میبینه، از همون ابتدا با حالت عصبانیت شروع میکنه صحبت کردن با هارپاک، انگار که یک پادشاهی داره با وزیر خودش صحبت میکنه و به هارپاک میگه تو چطور تونستی همچین کاری رو با یک نوزاد انجام بدی؟ چطور تونستی دستور بدی که جون یک نوزاد بیگناه رو بگیرن؟ تو چطور شبها تونستی تو این همه مدت راحت بخوابی و هیچ عذاب وجدانی نداشته باشی؟ و مدام صحبت‌های اینطوری با هارپاک میکنه و بهش میگه که من از دستور آجیده‌های خیلی متعجب نیستم، به خاطر اینکه اون پادشاهه و خب پادشاه ظالمی هم هست و این طبیعیه که نگران تاج و تختش باشه. من از تو متعجب هستم که میدونستی که این کار اشتباهه و با این وجود این کار رو انجام دادی و اگر که میترادات و سپاهکو از من حمایت نمی‌کردن و جون من رو نجات نمیدادن، من الان مرده بودم. و هارپاک هم اول شوکه میشه و بعد یک لبخندی روی لبهاش نقش میبنده، چون تو دلش مطمئن میشه که این همون کوروش نوه آژیده‌ها که چون مدل صحبت کردنش کاملا از روی قدرت بوده. و بعد برای کوروش تعریف میکنه که چه اتفاقی افتاده و بهش میگه که کوروش تو آژیده‌هاک رو نمیشناسی، اون خیلی پادشاه ظالمیه و اگر من این فرمان رو انجام نمیدادم جون خودم و خانواده‌ام به خطر میافتاد. میدونم که اشتباه کردم ولی چاره دیگه ای نداشتم. بعد که هارپاک شروع میکنه به صحبت کردن، کوروش صحبتاشو میشنوه و میگه که من تو رو میبخشم به خاطر اینکه میدونم وزیر دانا و عاقلی هستی و میدونم که قراره که در آینده هم وزیر من بشی. یعنی از همونجا خودش رو همچنان پادشاه میدونه و وزیر خودش رو انتخاب میکنه. به هارپاک میگه که خب حالا برای اینکه من تو رو ببخشم من رو به کاخ آژیده‌هاک ببر و من میخوام باهاش صحبت بکنم. هارپاک میگه که اما تو باز هم تکرار میکنن آژیده‌هاک رو نمیشناسی، اون اگر متوجه بشه که تو هنوز زنده ای 100% تو رو میکشه. کوروش میگه تو نگران این چیزها نباش، مطمئن باش که اهورامزدا به من کمک میکنه و راهی جلو پای من میذاره که من بتونم با آژیده‌هاک صحبت بکنم و از این ماجرا جون سالم به در ببرم، فقط من رو به کاخ ببر. و بعد آماده میشه، وسایلش رو جمع میکنه و همراه سپاهکو و میترادات به سمت حکمتانه کاخ آژیده‌هاک حرکت میکنه. اونا بعد از مدتی که تو سفر و تو راه بودن به حکمتانه میرسن و اولین کاری که میکنن به کاخ آژیده‌هاک میرن. کوروش با دیدن آژیده‌هاک اول به اون تعظیم میکنه و بعد سمتش میره و شروع میکنه صحبت کردن. میگه که ای آژیده‌هاک، ای پادشاه ماد، منم کوروش نوه تو، درست متوجه شدی. من پسر جگرگوشه تو ماندانا هستم. من همون نوزادی هستم که تو دستور داده بودی که اون رو بکشن، اما به فرمان اهورامزدا و به خواست اون من نجات پیدا کردم. ای آژیده‌هاک، من از خون تو هستم. چطور ممکنه که بخوام تو رو از بین ببرم و پادشاهی تو رو بخوام بگیرم؟ من کسی هستم که قرار جانشین تو باشم. اگر که من نباشم پادشاهی تو هم بعد از تو از بین خواهد رفت. و همینطور شروع میکنه به معرفی کردن خودش و اینکه چه قصد و نیتی داره و قراره که در آینده چه اتفاق بیفته و برای آژیده‌هاک تعریف میکنه که اگر اون نباشه 100% بعد از اینکه آژیده‌هاک میمیره
کلا پادشاهی ماد از بین میره، چون آژیدهاک هیچ جانشین دیگه‌ای به جز کوروش نداشته. آژیدهاک بعد از اینکه صحبت‌های کوروش رو میشنوه، یعنی از همون لحظه اول شیفته برخورد و منش و ادبش میشه و بهش میگه که کوروش، من خیلی خوشحالم که تو رو زنده میبینم و اصلا دلم نمیخواست که جون تو رو بگیرم. تنها دلیلی که این فرمان رو دادم به خاطر این بوده که من 2 تا خوابی دیدم که تعبیر خواب من از طرف خوابگزارها این بوده که تو وقتی بزرگ بشی من رو و کاخم رو از بین میبری و پادشاه میشی. کوروش با شنیدن این صحبت دوباره شروع میکنه توضیح دادن ماجرا و میگه که ای آژیدهاک، خوابی که شما دیدید و تعبیری که خوابگزارها کردن کاملا درسته، چون من قبل از اینکه اینجا بیام به پادشاهی رسیدم و در پادشاهی خودم یک سری افراد رو انتخاب کردم در سمت‌های مختلف و دقیقاً همون کارهایی رو انجام دادم که شاهان انجام میدن. کسانی که کارهای خوب انجام دادن بهشون پاداش دادم و کسانی که نافرمانی کردن اونها رو مجازات کردم. و آژیدهاک باز با شنیدن صحبت‌های کوروش بیشتر شگفت زده میشه و خیلی خوشحال میشه که کوروش زنده است و فرمانش اجرا نشده. و بعد دوباره به کوروش میگه که خب من این چیزهایی که تو داری میگی رو قبول دارم، اما اجازه بده که این موضوع رو دوباره با خوابگزارها مطرح کنم ببینم که اونها چی میگن. و کوروش هم قبول میکنه. بعد آژیدهاک دستور میده که خوابگزارها بیان و ماجرا رو برای اونها تعریف میکنه. و اونها هم نظر کوروش هستن و بهش میگن که بله دقیقاً تعبیر خواب شما همین بوده که کوروش در کودکی به پادشاهی رسیده و در اون بازی کودکانه مثل پادشاهان عمل کرده. آژیدهاک با شنیدن توضیحات خوابگزارها خیلی خوشحال میشه و به کوروش میگه که من خیلی خوشحالم که تو به کاخ من برگشتی و میتونی اینجا بمونی، اما یک مشکلی هست، من دلم نمیخواد که مردم متوجه اصل ماجرا بشن و بدونن که من برای تو چه نقشه‌ای داشتم. باز هم کوروش این مسئله رو با فکر خودش و با هوش خودش حل میکنه و به آژیدهاک میگه که پدر بزرگ عزیزم، شما میتونید بگین که من برای اینکه نوام یعنی کوروش در امنیت باشه و هیچ آسیبی بهش نرسه و دشمنها جون اون رو نگیرن دستور داده بودم که مخفیانه اون در یک روستایی بزرگ بشه و در این حال رسم کشورداری و مملکتداری رو هم یاد بگیره. برای چندمین بار آژیدهاک از شنیدن صحبت‌های کوروش شگفت زده میشه و از اینکه همچین خرد و هوشی در نوش میبینه خیلی خیلی خوشحال میشه. پس دستور میده که برای 7 شبانه روز در حکمتانه و کل پادشاهی ماد جشن بگیرن به خاطر بازگشت کوروش به سرزمین ماد و مردم همه خوشحال میشن، هم به خاطر اینکه دیدن فرزند ماندانا سالمه و برگشته و هم به خاطر اینکه خب از ظلم و ستم آژیدهاک خیلی خسته شده بودن و نور امید در دلهاشون نقش میبنده به اینکه ممکنه پادشاه بعدی فرد خوبی باشه و اونها رو از ظلم و ستم آژیدهاک نجات بده. همه مردم خوشحال میشن و 7 شبانه روز جشن میگیرن، اما از همه بیشتر چه کسی خوشحال میشه؟ بله، ماندانا مادری که 10 سال در قلبش منتظر این بوده که خبری از فرزندش بشنوه و مطمئن بوده که پسرش کشته نشده و زنده است و روزی برمیگرده. خب بچه‌های عزیزم، این بود 3مین قسمت از داستان زندگی کوروش بزرگ. امیدوارم که لذت برده باشین.
در قسمت بعدی میخوام براتون توضیح بدم که حالا که کوروش متوجه شده که پسر ماندانا و کمبوجیه و نوه آژیده‌هاکه، چه اتفاقاتی براش رخ میده، دوران جوونیش رو چطور سپری میکنه و از همه مهمتر چطور پادشاه میشه. اگر دوست دارین ادامه ماجرا رو بشنوین با من همراه باشین. همیشه شاد و سربلند باشین تا قسمت‌های بعدی. خدا یار و نگهدارتون.